بله میایم برای برش کردن سفت در بیایم دستگاه رو آماده کنیم برای برش زدن. حالا دستگاه رو آماده میکنیم برای برش کردن سفت در. ما میایم اندازه میزنیم میبینیم چقدر میخوایم 10 سانتی ببریم. بله اینجا 15 است، یه 5 سانتی میذاریم، یه 5 سانتی هم میبر چکش میکنیم که دقیق باشه که بتونید دقیق ببرید. درسته؟ الان یه میبرم چک میکنیم ببینیم درست باشه. اینجا هم درسته. یه میریم برای مرحله برش. دستگاه رو روشن میکنیم، پمپ آب هم میزنیم. یه دونه برش سفت در با دستگاه توری برش آماده است برای کار کردن.